همکنون دوستان عزیز رسیدیم با اونجایی که پهلوان ما هنرش را در این مسابقه با نفوذ نشان میدهد. محمد صالح قواتوف از تاجیکستان با جدوگی سفید است و پهلوان کشور قزاقستان ایلدوس سمتوف باشد با جدوگی کبوت هنرنمایی میکند. در اولین دستی شما میبینیم که سرعت بلند دارد این رقابت و البته سمتوف یکی از پهلوانان بسیار هم با تجربه قزاقستان است. پهلوان 31 ساله است که نسبت به پهلوان ما البته 10 سال تفاوت دارد و 138 رقابت هم در مسابقه های با نفوذ به انجام رسانیده است. در بازی های المپی ریو د ژانیرو نشانی نقره داشت پهلوان قزاقستانی و سالی در توکیو 2020 نشانی برنجی. یکی از پهلوانان بسیار هم با تجربه است که چون میبینیم در آغاز رقابت فشارهای بسیار را بر جانب پهلوان ما میارد. خوب، البته بر مقابل پهلوان با تجربه قزاقستانی هنرنمایی کردن برای قواتوف دشوار است، ولی اینجا شاید همون نیروی جوانی برای کمک کند و تواند که امتیازی در کاری را به دست بیارد. قهرمان جهان دارنده نشانهای نقره و برنجی بازی های المپی ایلدوس سمتوف همزمان در گرند سلام هم نشانی طلا را به دست آورده است. خوب، اکنون نوبت به قواتوف میرسد و او کوشش میکند که حریف را در حالت استحکامی نگاه دارد، ولی این نوبت موفق شدن نتوانست. خوب، شیدای اول به سمتوف داده می شود، یعنی فعالی آخری قواتوف به آن آورده رساند که حریف مجازات شود. اما جریان رقابت رو میبینیم که چگونه بسیار هم حرکت های خوب دارد اینجا. محمد صالح قواتوف باید همین گونه هنرنمایی کند، نترسیده حرکت کند، چون باوری با خود میتواند که او را در اینجا موفق گرداند. هرچند در مورد کسبیت سمتوف گمانم به خوبی آگاه هست پهلوانی ما، ولی آمادگی های بسیار اشتراکی پیوسته در مسابقه های با نفوذ شاید این نوبت برای قواتوف کمک کند. سمتوف البته که به خاطر آنه که در مسابقه های با نفوذ زیادتر شرکت کرده است، تجربه هاش هم کافی است که بر مقابل پهلوان ما یک هنر شایسته نشان دهد. محمد صالح قواتوف در سطح مسابقه های با نفوذ 15 مرتبه هنرش را نشان داده است. باری پنجم است که در گرند سلم شرکت میکند، اما تا کنون به گرفتن نشان های این مسابقه مشرف نگردیده است. و بار دوم به خاطر نادرست داشتن از آستین سمتوف شیدا میگیرد. این برای پهلوان ما بسیار هم خوب است. تنها در اینجا کوشش کند که حرکت هایش را بیشتر کند، کم فعال نباشد و موقعیت را به حریف نگذارد. بسیار هم حالتی خطرناک بود. کمی دیگر فشار می آورد قواتوف، در ثانیه های آخر می توانست که امتیاز وزری را صاحب شود. بسیار هم نزدیک بود محمد صالح قواتوف برای کسب امتیاز. تا همین دقیقه ها بسیار هم ایستادگی خوب میکند پهلوانی ما بر مقابل این حریف
با تجربهش، اما موقعیت باید با اون نگذارد، چون صاحب تجربه ها در همه حالت میتوانند که روش قوزمایی را به کلی دیگر کنند. خوب، همین طور کار با گلدن سکور رفت. اینجا البته برتری بیشتر بر جانب پهلوان قزاقستانی است. 15 تا اشراف با غلبه در گلدن سکور به انجام رسانیده است. اینجا تنها اگر پهلوان ما کوشش کند که اولین پرتاب را به انجام رساند، پس بسیار هم کار آسان خواهد شد برای او. هیدو با پهلوان ما نادرست حرکت کرد، نادرست داشت. خوب، اگر از این رقیب گذرد محمد صالح قواتوف، باز البته یعنی رقیب پرقوت‌تر همین است برای قواتوف و پهلوانی فرانسه که نوکک به مرحله دوم برآمد. البته حرکت ها همان نفس آزاد کشیدن برای محمد صالح قواتوف تا کنون بسیار هم خوب است. ببینیم، خسته نیست، خود را البته خوب نشان میدهد. نزدیک بود، خیلی نزدیک بود. فشار اگر می آورد یک مرتبه دیگر همین گونه پیشرفتی خود را نشان دهد، شاید داور بانو و شیدای سوم برای شیدای سوم را دادن به سمیتوف فکر کند. اما ما پیشکی باید تخمین نکنیم، زیرا انا همین گونه حرکت ها برای پهلوانی ما بسیار هم موفق بود. اما سمیتوف زیدی حمله را خیلی خوب به کار برد و توانست که در گلدن سکور امتیازی طلایی را به دست بیارد و پهلوان ما را تسلیم کند. واقعا خوب درخشید قواتوف، اما بالاخره تجربه کار خود را کرد.